دو فرق سر روی سر کودک، نشانه خاص یا خرافه. در این ویدیو با یکی از عجیبترین باورهای عامیانه روبرو میشویم. آیا داشتن دو فرق سر روی سر کودک نشانه ای از باهوش بودن، شر بودن یا چیز خاصی است؟ بسیاری از مردم بر اساس این علامت تصمیماتی درباره آینده فرزندانشان میگیرند. اما آیا واقعا این باورها پایه دینی دارد یا فقط خرافه‌اند؟ آیا تا به حال شنیده اید که میگویند این بچه 2 فرق سر داره، حتما آدم خاصیه؟ یا بچه ای که 2 چرخش مو داره یا خیلی باهوش است یا خیلی شیطان؟ این باور در فرهنگ بسیاری از مردم ریشه دوانده است، اما آیا واقعا حقیقتی در آن است یا فقط یک خرافه قدیمی است؟ با ما همراه باشید تا از نگاه عقل، علم و اسلام به این مسئله بنگریم. برخی ها میگویند بچه‌ای که 2 فرق سر دارد نخبه می شود. بعضی ها میگویند این بچه عمر زیادی نمی کند، یا اینکه چون 2 فرق داره شخصیت دوگانه‌ای داره. این حرف ها در محافل عوامانه زیاد شنیده می شود. حتی بعضی خانواده ها بر اساس همین باورها بچه ها را قضاوت می کنند. اما آیا دین اسلام چنین چیزی گفته است؟ در روایات اسلامی هیچ گونه سخنی درباره فرق سر و تأثیر آن بر شخصیت یا سرنوشت کودک نیامده است. دین اسلام جدی ترین معیار را عقل، تقوا و عمل صالح معرفی می کند، نه ویژگی های ظاهری مثل فرق مو. خداوند در قرآن کریم می فرماید: ای مردم، ما شما را از یک زن و مرد آفریدیم و تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید، ولی گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست. خداوند دانا و خبیر است. امام علی علیه السلام می‌فرمایند ثروتی چون عقل و فقری چون جهل و میراثی چون ادب و پشتیبانی همچون مشورت نیست. تفاوت‌های ظاهر و باطن. انسان‌هایی را همه روزه می‌بینیم و تنها نظاره‌گر ظاهر آنها هستیم و از باطنشان بی اطلاعیم. ظاهر هر چیزی است که با چشم قابل مشاهده باشد و باطن هر چیزی است که پنهان است و قابل مشاهده نیست. انسان‌ها علاوه بر داشتن ظاهر مثل بدن و اعضا و جوارح و پوشش، باطنی هم دارند مثل فکر، نیت و اخلاق. باطن هر کس بخشی از وجود اوست که خصلت‌های او در آن شکل می‌گیرد، چه بد و چه خوب. اگر باطن انسان پرورشگاه خصلت‌های بد همچون غیبت، دروغ، تهمت و غیره باشد، فضای آن را تیره و تاریک خواهد کرد و کم کم این خصلت‌های ناپسند در روح و روان تأثیر خواهد گذاشت و در ظاهر نمایان خواهد شد. مثلا اگر کسی در باطن خصلت ناپسند سوء ظن داشته باشد، همانطور که این خصلت فکر و اندیشه او را تاریک می کند، در سخنانش نیز ظاهر می شود و در کار دیگران تجسس می کند و یا به آنها تهمت می زند. بنابراین اگر خصلتی در باطن انسان باشد، در ظاهر عملش هم نمایان خواهد شد. حال اگر این خصایل خداپسندانه و نیکو باشد، عمل انسان هم نیکو خواهد بود و در ظاهر هم به خوبی جلوه خواهد کرد. مثلا خصلت خیرخواهی اگر در باطن فردی قرار گیرد، کم کم در ظاهرش نمایان می شود و دیگران هم او را فردی خیرخواه می نامند، چرا که ظاهر کارهایش خیرخواهانه است و به باطن خوب و خیرخواهانش پی خواهند برد. در روایتی از امیر مومنان امام علی علیه السلام می‌خوانیم که هیچ انسانی چیزی را در درون خود پنهان نمی کند مگر اینکه در سخنانی که از دهان او میپرد یا آثاری که در چهره و قیافه او منعکس می‌گردد آشکار می‌گردد. هیچگاه ظاهر انسان یعنی شکل و شمایلش نشان دهنده باطن او نیست. ظاهر زیبا همیشه نشان از باطن زیبا و ظاهر زشت همیشه نشان از باطن زشت نیست. البته ظاهر زیبا و باطن زیبا و ظاهر زشت و باطن زشت هم داریم. استثناء را باید در نظر گرفت. مثلا کسی خیلی زیباست اما بی‌ادب و بد اخلاق است.
برعکسش هم فردی که زیبایی ظاهری چندانی ندارد ولی آنقدر خوش اخلاق است که دیگران از معاشرت با او لذت میبرند، یا اینکه فردی هم زیباست هم مهربان. همه جور انسان در این عالم وجود دارد، همه آفریده های خداوند زیبا هستند و این زیبایی بستگی به عمل آنها دارد که ظاهرشان را در عالم غیب زیبا یا زشت می کند، وگرنه این ظاهر دنیایی معیار زشتی و زیبایی نیست. در روایتی حضرت علی علیه السلام می‌فرماید برای هر ظاهری باطنی همانند ظاهر هست، پس هر که ظاهرش پاک باشد باطنش نیز پاک است و هر چه ظاهرش پلید است باطنش نیز پلید است. در این روایت بر رابطه مستقیم ظاهر و باطن اشاره شده است و در روایت دیگر امام علی علیه السلام می‌فرماید هر کس درونش نیکو باشد ظاهرش نیز نیکوست. این همان ضرب المثل از کوزه همان برون تراود که در اوست. چند ضرب المثل درباره ظاهر و باطن. ظاهر و باطن یکی بودن، یعنی یک دل و یک رنگ بودن، آدم بیریا و صادق بودن. ظاهر سازی کردن، یعنی ظاهر و باطن یکی نبودن، ریاکار بودن. صورت زیبای ظاهر هیچ نیست ای برادر، سیرت زیبا بیار، یعنی ظاهر و صورت زیبا به درد نمیخورد. باطن زیبا و خوش اخلاق و روحیات نیکو داشتن ارزشمند و موجب موفقیت و عزت انسان در برابر خدا و دیگران است.